بکس خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه امروز قراره بهترین تبلیغات دنیا رو که تا الان تولید شده رو با هم ببینیم. واقعا یه چیزای عجیب غریبی هست که اصلا باید چند بار دید. من یکی دو تاشون رو دیدم باورم نمیشد که یه نفر میتونه تا اینجا رو فکر کنه به اینجا که همچین تبلیغی رو درست کنه. خب بچه بریم تبلیغ اول رو با هم ببینیم که چی هستش. تبلیغ چیه؟ آدم کوتوله ها؟ تبلیغ چیه؟ بچه‌شون که نیستن. تبلیغ چیه؟ وای اینو من ندیده بودم. وای خیلی تبلیغ عجیب غریبی بودین. دمش خدا کنه بقیه تبلیغ هم همین جوری باشه. الکی نیستش که بهترین تبلیغات شناخته شدن اینا. بریم واسه تبلیغ بعدی. اولی چیه؟ دیزاین آلفا رومئو رو گفت. راحتی مرسدس بنز. چیه؟ ولوو. امنیت ولوو. اسپورتی بودن بی ام و. او آرم آودیه. با یه تبلیغ 4 تاشون رو دیس کرد. یعنی من اگه صاحب شرکت آودی بودم خداییش میگم به اونی که این تبلیغ رو داد 3 برابر پول میدادم. واقعا چه تبلیغ خفنی بود. چقدرم کوتاه بود. با همون رسم شکل براش نشون داد که از همه اون 4 تایی که دیسشون کرد بهتره. خیلی خفن بود اینم خداییش دمش گرم. بریم برای تبلیغ سوم. केशव तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? چیه؟ هندیه؟ तुम खुश नहीं हो यहाँ? جانی سینز عمو جانیه. بچه توی توضیحات این نوشته بود که رانور سینگ، مثل این که این یه بازیگر خیلی معروف هندیه که نوشته بود که مثلا این با جانی سینز چرا توی یه تبلیغه، ولی نمیدونم من راجع به چی داره. الان که فعلا هندی میگه من متوجه نمیشم. من نمیدونم چیه ولی کاندانسانا فکر کنم فوشه به هندی. جانی سینز هی نه. الان شروع میکنن رقصیدن فکر کنم. چی گفت بیشرف؟ افتاد. چی بودی؟ بولد کیر. جانی سینز 10 دقیقه بعد از اون پرید اینو اومد بگیره. چی شد؟ قفلشو وا کرد. نجاتش داد قفل. رو هوا ترتیب یارو رو دادید. چیه تبلیغ چی؟ اصلا رفتارش از این رو به اون رو شد با عمو جانی. ببین همه خوشحال شده. تبلیغ چیزای جنسی بود. این چی بود آخه؟ رو هوا ترتیب یارو رو داد. صندلی رو من گرفت. خب بچه بریم تبلیغ بعدی. بهش میگه که میتونی توپو بندازی تو اون سطل آشغالا. 3 تاشو. ببینید توی دست دیوید بکام یه پپسی هست. اوه اولی رو زد.
او دومی رم زد. چی این واقعی یعنی میزنه سه تاشو؟ واقعیه؟ کیک بود. دمش گرم. خدایی دیوید بکام سلطانه دیگه. خداییش من کوچیک‌ترا که بودم اون موقع بازی میکرد من دوستش داشتم. بچه این تبلیغو خب خیلی روش بحث یعنی دعوا داشتن میکردن توی کامنت ها. تبلیغ شرکت پپسی، یه سری میگفتن اینو خود پپسی پول داده به دیوید بکام که این کارو بکنه، یه سری میگن نه که خود دیوید بکام رفته بود کنار ساحل داشت اون لحظه مثلا پپسی میخورد. حالا قضاوتش با شما. خب بچه‌ها بریم تبلیغ بعدی رو با هم ببینیم. چیه؟ مارمولکه. آخه خودشو کشونم. عجب ایموشنال دمیجی بود. شوخی میکنی. تبلیغ سقف بودین. واقعا چه فکری. من اصلا یه لحظه احساساتی شدم از دست اینا. اصلا رفته بودم تو بحر اون مارمولکی که این مرد بعد اون خودکشی کرد بنده خدا. وای آقا سقفاتون از این شرکته بزنید حالا هر کی هست. بچه بریم ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم. گوزید An abridged guide to flatulence. The blast furnace. چیه؟ تبلیغ گوزه. The rolling thunder. یا The Horn of Jericho. Spanish wind. The cover-up. The long goodbye. تمومم نمیشه. Farts are funny, but frequent gas and bloating may be possible symptoms of colon Cancer. So know the warning signs at any age and share this video with your friends and family. Find out more about symptoms at keepfartsfunny.org. Together, میگه let's که keep farts funny. گوز خنده داره ولی اگه ممتد بگوزی امکانش هست که سرطان مقعد داشته باشی. 1 دقیقه و 13 ثانیه جلوی دوربین نشستم دارم گوز گوش میکنم ولی هر چیزی که بود دمش گرم. یعنی ما رو همه رو چیز کرده بود، میخوب کرده بود بابت تبلیغ. خب بچه بریم واسه ویدیوی بعدی. این چیه؟ همومه؟ نه دستشه. مغز مریضو. تبلیغ دستشویه. بچه دستشویه. این یه سری دستشویی دارن که اینجا که همون حالتیه، این همون توالت فرنگیه ولی آب میپاشه ازش بیرون که اینجوری دستتو میتونی بشوری اونجا. این هم تبلیغ اون بود. مغزامون رفت یه جا دیگه هممونا. خب بچه بریم واسه ویدیوی بعدی. داره میدوزه یه چیزی. چی شد؟ توی توضیحاتش نوشته هر جا که این خانمه میره مردم میمیرن. اون نه
نمرده بود که. مردم نمرد. چیه تبلیغ؟ جدی هر جای این زنی میره همه میمیرن. داستان چیه؟ این دستشو هر موقع میبره بالا میمیرن همه. کجاست؟ دست راستش که تتو داره دارن همه تبلیغ تتوی چیه؟ تبلیغ بازی بود. ما رو اسکول کرده 2 ساعت اینجا. چه با دقت. من 1001 فکر اومد تو ذهن همین تبلیغ تبلیغ چیه آخه این؟ خب بچه‌ها اینم از بهترین تبلیغات دنیا بودن. حتما نظراتتون رو بگید کدوم از نظر شما بهتره. دمتون گرم بچه‌ها. اگه چنل رو سابسکرایب نکردید حتما بکنید و لایک کنید، کامنت بذارید، کارهای خوب بکنید. دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید. خداحافظ.